سلام بر دوستان و همراهان عزیز. یه هفته دیگه با یه سوال دیگه در خدمتتون هستیم. این دفعه قرار شد در مورد این صحبت کنیم که خب خیلی از دوستان این زومایی ما رو میبینن، اینترویو هامون رو میبینن، میگن که خب یعنی چی ما الان قرار وارد این کار شدیم مثل شما بشینیم دائم حرف بزنیم و پاسخ سوال بدیم و اصلا دوست نداریم اینطوری بشینیم، راحت نیستیم جلوی دوربین و اصلا دوست نداریم که از این کارا کنیم. آیا الزاماً باید تصویرمون پخشه؟ آیا الزاماً باید اینطوری باشه که ما راحت فن بیان داشته باشیم، بتونیم حرف بزنیم، بیایم بشینیم پاسخگوی سوالات همه باشیم؟ چجوری اگه این جزء الزامات کار واقعا کار ما نیست؟ به همین دلیل قرار شد که این دفعه پاسخ این سوالو بدیم و هر کدوممون از زوایای مختلف اون چیزی که برای شخص خودمون پیش اومده رو حداقل میتونیم بازگو کنیم و ببینید که این یکی از سوالات هر کدوم از ما هم اینجا هست بوده. من به شخص در مورد خودم میتونم بگم من وقتی که شروع کردم اتفاقا یکی از چیزای مهم من این بود که من البته راحت جلوی دوربین میتونستم صحبت کنم ولی تصویرم نمیخواستم پخش بشه به دلیل اینکه من اینجا بیمارستان کار میکنم و نمیخواستم همکارام بدونن. دوست داشتم این دوتا کار در کنار همدیگه باشه، هیچ کدوم تداخلی با همدیگه نداشته باشه، حتی همکارام قرار نباشه همکارم باشن اینجا، دوتا کار مجزا باشه از همدیگه. به همین دلیل از اولش اصلا نمیخواستم که تصویرم باشه و من راهکاری رو که براش پیدا کردم، بله این چیزا رو زوما رو که نمیذاشتم. بعد از اون هم من با انیمیشن شروع کردم. صدام رو روی تصویری که انیمیشنش رو درست میکردم و این کارم بلد نبودم. شاید الان کسی بشینه بگه من انیمیشن درست کنم، به شخص من هم همینطوری بودم. بهتون دارم میگم همیشه که من اصلا آدم تک سوی نیستم ولی بسیار راحت. اپای فراوانی وجود داره الان که دنیای ای آی که وارد شد، حتی زمانی که من وارد شدم ای آی هم به این حالت نبود. اینقدر دنیاش وسیعه و جالبه که اصلا من خوشم اومده بود از اینکه انیمیشن اصلا درست کنم. یه کار جالب و فانی شده بود برای من که هر روز یه انیمیشنی درست کنم. اوایل حتی صدام هم نمیذاشتم، صدای کرکترهای مختلف هست اونو انجام میدادم، یواش یواش صدای خودم رو گذاشتم و بعد از اون به مرحله میرسید که اون هم باز بستگی به خودتون داره. من به مرحله رسیدم که اصلا خب چه اشکالی داره، چون شما یواش یواش تو زندگیتون یه تغییراتی ایجاد میشه که مسلما همه یواش یواش میپرسن که ویدا تو که هم اندازه من حقوق میگیری، هم اندازه من اینجا میری، ساعت کاریت مثل منه، چجوریه که حالا تا حالا مثلا 2 سال یه بار میرفتی مسافرت حالا همش دنبال مرخصی هستی که بری مسافرت، چجوریه که حالا این ورداری میری، چجوریه که مثلا ماشینت عوض شد، این شد، چجوریه اونطوری شد. اینه که یواش یواش احساس کردم خب جواب این چیزی رو که چرا باید قایمش کنم این شد که من یواش یواش اومدم بیرون و شروع کردم حرف زدن. به این درجه خودتون در این بیزینس خواهید رسید و این یک سکیلیه که این بیزینس به ما میده. یواش یواش این چیزی توانایی رشدیه که در خود آدما به وجود میاد. شما به یه مرحله از یه زمانی به بعد میرسید که اصلا برای چی هزار تا سوالی که از اوایلش برادم به وجود میاد و اینا اما و چراست به دلیل ناآگاهیه و حق دارید برای اینکه برای همه ما پیش اومده. یواش یواش این کار اصلا علاوه بر این که خیلی اسکیلای ارتباطی تکنیکال منو زیاد کرد، یکی از مهمترین چیزاش این بود که اصلا من جواب خودم رو به خودم دادم که اصلا چرا، و خیلی راحت دیدم که اصلا دوست دارم که با این همه عشق و محبتی که توی صف هم میاد و با من هست خودم ارتباط برقرار کنم، من ویدا رو ببینن و بشناسن. خودم خواستم که دیگه باشم تو صفم. یواش یواش برای شما هم پیش میاد. اینه که جواب کوتاه به این مسئله بدم از جانب خودم. اصلا قرار نیست که شما حتی تا آخرش هم احساس راحتی نمی کنید اصلا تصویرتون پخش بشه. راههای زیادی وجود داره که اون هم در ترینینگ های ما هست و ما بهتون آموزش میدیم چطوری. دارم به شما میگم نمونهش انیمیشن و 1001 راه دیگه وجود داره که اصلا قرار نیست شما تصویرتون رو بذارید. در مورد پاسخگویی به این سوالات فرض بفرمایید که این زومی که الان ما 4 نفر گذاشتیم ما راحتیم که تصویرمون پخش بشه، شما همین رو پاسخگویی رو
از ما اجازه میگیرید توی صفحه خودتون میذارید و پاسخ تمام همراهان خودتون رو در اون رابطه میدید. اینه که نه، واقعا مجبور نیستید. تا زمانی که خودتون راحت نیستید، حتی تا آخرش، تصویر شما حتما پخشه و حتما هم قرار نیست که بیاد اینجا بشینید حتما در یه مصاحبه زنده پاسخگوی سوالی باشید تا زمانی که خودتون به اون مسئله نرسیدید و راحت نیستید. حالا میخواستم از مارال عزیزم هم بپرسم نظر شما چیه و شما چطوری بودی تو این مسئله؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت همه. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه در کنار شما هستم. منو نگاه نکنین. نشستم اینجا دارم حرف میزنم. من دفعه اول جلو دوربین نفسم بالا نمیومد، میخواستم یه ویدیو خیلی کوتاه بگیرم. 100 بار شاید یه ویدیو 5 ثانیه‌ای رو گرفتم تا مثلا 2 کلمه بتونم بگم. کلا شخصیتم خیلی خجالتیه و اصلا آدم شلوغی نیستم و خیلی هم راحت نیستم جلو دوربین. ولی اما اول که شروع کردم بیشتر با عکس خودم، با متنایی که می نوشتم، صحبت هامو مطرح می کردم، با دیگران در ارتباط بودم، بیشتر مسیج می زدم و چون اصلا راحت نبودم که ویدیوم باشه، تصویرم، صدام باشه، توی لینکدین خیلی فعالیت همو شروع کردم اول. یعنی وقتی که شما شروع میکنین این کار، حتما مجبور نیستین که توی فیسبوک و یوتیوب ویدیوهاتون همه جا باشه. منم مثل شما خیلی دوست نداشتم حالا اون موقع توی شهری که زندگی میکنم و توی محل کارم ویدیوام همه جا باشه. ولی توی لینکدین فعالیتم رو داشتم، خیلی هم خوب بود، عالی بود. ولی به مرور زمان اتفاقی که برای من افتاد این بودش که هرچی جلوتر رفتم، هرچی اطلاعاتم بیشتر شد، تجربم بیشتر شد، نتیجه گرفتم، خودم حس کردم، لمس کردم، برام راحت تر شد که بتونم بشینم جلوی دوربین راجبش حرف بزنم. یعنی این یه چیزیه که به مرور زمان، با تجربه، با دیدن نتیجه زحمتاتون، این براتون ناخودآگاه به وجود میاد. ولی خیلی هم هستن که میشناسیم توی این بیزینس که تصویرشون نیست. یعنی کسی رو میشناسم شخصا که پزشک هست و کسی دیگه هم هست که وکیل هست و میگه خب من پزشکم مثلا، حالا دوست ندارم که توی شهرم اینجوری باشه که من دارم یه بیزنس آنلاین انجام میدم و هیچ تصویری از این آدم نیست و خیلی هم موفقه و کارشو داره انجام میده. نکته مهمش اینه که هر کسی مسیر خودشو بسته به شخصیتش، لایف استایلش، میزان اعتماد به نفسش، جوری که راحته رو پیدا میکنه. یعنی قشنگی این اینه که همه یه کار رو انجام نمیدن، هر کسی مسیر خودش رو پیدا میکنه و روی همون مسیر تمرکز کنه، فعالیت کنه، زحمت بکشه، به نتیجه میرسن، چون ما همه جورش رو دیدیم. دقیقا همینی که میگی. و جالبه که لینکدین رو که شما گفتی، لینکدین که واقعا یه پروفشنال چیز هست، پلتفرمه. بله، بله، لینکدین خیلی پلتفرم خیلی خیلی خوب و جالبه، به خاطر اینکه کسی که توی لینکدین هست و این اپلیکیشن رو توی گوشیش باز میکنه، میره دنبال موقعیت های جدیده، دنبال یاد گرفتن چیزهای جدید، میره که یه چیزی یاد بگیره. شاید من اگه توی فیسبوک و اینستاگرام میرم، شاید بیشتر میرم که سرگرمیه. سرگرم باشم، ولی کسی که توی لینکدین میره دنبال کاره، دنبال یادگیریه، دنبال موقعیته. دقیقا. برای همین من خیلی فضای لینکدین رو دوست داشتم و آدمایی که اونجا باشون در ارتباط هستم رو خیلی باهاشون راحتم. همه پروفشنالن، همه هدف دارن و دنبال بهتر شدنن. برای همین لینکدین هم واقعا یکی از پلتفرم‌های خیلی خوب و کاربردیه توی این. درسته. و نیازی نداری که تصویرت باشه حتما. همون یه عکس پروفایل پیکچر میتونیم. بازم تو لینکدینم بازم هر کی هر جور راحته. من دیدم که کار میکنن دیگه عکس، چون بیشتر کسی که میره تو لینکدین حوصله متن خوندن رو بیشتر داره، بله. میرن که مطالعه کنن. جا توی فیسبوک و اینستاگرام و خب یوتیوب که برای ویدیو، آدما بیشتر میان که ویدیوهای کوتاه ببینن، سرگرم بشن. شاید کسی حوصله نداشته باشه یه متن رو بخونه، ولی خب تو لینکدین چرا آدما میان که مطالعه بکنن. دقیقا. برای همین
برای آدمایی که بیشتر درونگرا هستن و دوست ندارن که اینطور شروع بکنن، لینکدین خیلی فضای مناسبیه. کمتر. بله. باشه محبوبی جان، شما چیکار کردین از اولش؟ تصویرتون راحت بود نبود؟ والا نه، اتفاقا یکی از سوالای اصلی من از منتور و کوچم همین بود که من آدمی نیستم که تصویرمو بذارم. من نمیخوام کسی بدونه من وارد این بیزنس شدم، به خاطری که حالا فکر میکنن من چه میدونم این بیزنس چی هست یا ممکنه غیر قانونی باشه. من همونجور که شما گفتین از طرف هم سر کارم دلم نمیخواست که بدونن این داستان و اونا گفتن نه اصلا نگران نباش، هیچ نیازی نیست که شما تصویرتو بذاری. برای خودم هم خیلی عجیب بود که چطور ممکنه من تصویر نذارم بعد بتونم مثلا درآمد داشته باشم. باید حتما دیگران رو میدیدم میان لایو میذارن، ویدیو میذارن. میگفتم خب اینا بالاخره میان مردم بهشون اعتماد میکنن، میگن اینا شخصیت واقعی هستن، اما اگه من نخوام تصویر خودمو بذارم خب کسی به من اعتماد نمیکنه. Yes. و دیدم که نه، خب شروع کردم دیگه با همون عکس گذاشتن، به قول شما ویدیوهای مختلف. من حالا انیمیشن درست نمیکردم اما سایت هایی هست که میتونیم کلیپ درست کنیم باهاشون و واقعا آدم لذت میبره، انگار سرگرمیه. به جایی که من عادت داشتم همیشه از سر کار که میمدم میخواستم خستگی در بکنم، یه دوری تو اینستاگرام یا فیسبوک میزدم تا به خودم میمدم میدم 2 ساعتم رفته، اصلا متوجه هم نشده بودم. بعد دیگه دیدم که خب من همون 2 ساعت رو دارم میذارم ویدیو برای خودم درست میکنم، هم سرگرمم هم توی پستم توی پیجم پست میکنم و کم کم دیدم که نه، انگار داره ویو میگیره و مردم دارن میان لایک میگیره. و برام خیلی جالب بود که پس درست گفت منتور من یا کوچ من، درست گفت روز اول که اصلا نیازی نیست که شما عکس یا از ویدیو از خودت بذاری. و من به همین ترتیب ادامه دادم. دوستایی که تو پیج من هستن میدونن که من از اولش اصلا عکس و فیلم و اینا اصلا نداشتم. همین الانش هم بیشتر توی زوم میتینگ و اینا بیشتر شرکت میکنم تا اینکه بخوام بیام لایو بذارم. اما کم کم همونجور که گفتین اعتماد به نفس پیدا کردم و دیدم که خب چرا من باید خودم رو قایم بکنم؟ من که دارم یه کار قانونی انجام میدم و همه چیش مشخص و شسته رفته است، چرا باید این کار بکنم؟ و همین باعث شد که همین کوچولی که الان دارم توی زوم میتینگا میام نتیجه همون اعتماد به نفس است که پیدا کردم. منتها همونجور که مارال جون گفتن که و واقعا توی این بیزنس با کسای آشنا شدم که الان شاید 4 سال توی این بیزنس هستن و هنوز یه عکس از خودشون نذاشتن، همش با همین ویدیو یا عکس یا انیمیشن تونستن بیزنسشون رو ران بکنن. و واقعا اینی که میگن اصلا نیازی نیست که کسی که میخواد بیاد عکسشو بذاره و یا فیلمشو بذاره، واقعا درسته. من به این نتیجه رسیدم که درسته دیگه. اینم تجربه من توی این کار بود. دقیقا همونطوری که میگی، برای اینکه فقط تصویرشون، اون پیج مال محبوبه است، فقط تصویر شما نیست ولی پاسخگوی سوالات همه دوستانی که تو پیجتون هستی. خیلی وقتا با اونا زوم میتینگ داری و اونا اگه سوالاتی دارن میتونی باشون مطرح کنی. اینکه شما بخوای در دنیای وسیع‌تر یوتیوب و هر جای دیگه ای شاید تصویرتونی بذارین نیستید، ولی این هستش که من هستم محبوبه و همه ماها در پیجمون، این پیج زنده است، فردی پشت این هست و ما همیشه به عناوین مختلف با همون که مسیجا رو پاسخ میده، همین که شما صدا تو میذاری، مسیجی رو که با وایس براتون گذاشتن شما با وایس پاسخ میدین، شما هستید. حالا فعلا تصویر آدم میخواد نباشه، اونم میگم همه ماها یواش یواش به اون مرحله میرسیم که میخوایم اصلا از تصویرمون هم استفاده کنیم، ولی هر کسی که نخواد همیشه حضور داره در صفحش. این نیستش که هاید باشه. اگر تصویرش نیست به خاطر اینکه خودش راحت نیست، ولی همیشه برای همراهانش وجود داره و حاضره و حتی با همدیگه گفتگو دارن، همیشه پیغام میذارن، ما جوابشون رو میدیم، یا همه اینها هست و حضور واقعیمون تو صفحه هامون هست. به این دلیل شما ملودی عزیزم، شاعر گرانقدر، احتمالا شما عادت داشتی که تصویرت باشه. نه تنها عادت داشتم، خیلی هم دوست داشتم. من برعکس شما بچه خیلی دوست داشتم که جلوی دوربین باشم و این برای من یه امکانی بود که بخوام بیشتر تمرین کنم. خب قبلش هرگز این کار رو نمی کردم. شاید تو دانشگاه مثلا تو کنفرانسی جایی
یا سر کار تو کنفرانسی جای مثلا جلوی حالا 30 نفری 40 نفری آدم صحبت کرده بود، ولی اینجوری که آدم بیاد مثلا توی دنیای دیجیتالی و اینا بخواد یه همچی کاری بکنه، خب تا حالا نکرده بودم. ولی از همون روز اول این جرأت رو پیدا کردم و چون دوست داشتم، علاقه داشتم. و خوبی بیزنس، خب بچه این بیزنس ما همین هستش که آدم میتونه هر جوری که راحت هستش با این بیزنس لذت ببره. و اینکه همونجوری که شما میگه حتما نباید همیشه تصویر باشه تا تأثیر گذار باشه. مثلا اگه ما صدا و سیما رو با رادیو بخوایم مقایسه بکنیم، همه مخاطبین خودشونو دارن. اینکه رادیو چون ما تصویر نمیبینیم پس نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم، خب نیستش. این هم دقیقا میشه همین جریان. مثال درستی زدی. بله. خیلی از بچه ها هستن تو رده خیلی درآمد خیلی خیلی بالا رسیدن و بدون اینکه هیچ تصویری بذارن، ولی برای من جنبه خیلی لذت بخشی داره. پیش خودم این حسو دارم که یکی از چیزای فان زندگیم شده این بیزنس و این قسمتش برای من جالب هستش. قسمت های دیگه هم هستش که پشت صحنه است، به هر حال با کار بکنیم و همه اون جریانات هست، یعنی یه قسمتی از کارمون هستش. گفتنی ها رو فکر کنم شما همه گفتین چیز خاصی نمونده. اوکی، همین جواب دوستانمون رو دادیم که چه دوست دارین که جلوی این تصویر باشه، تصویرتون رو بذارید. هر جوری که دوست دارید بیزینستون رو اداره خواهید کرد. اگه دوست دارید تصویرتون باشه میتونید بذارید، اگه نذاشتید این هم الزامی نیست، یعنی دلیلی برش نیست که اگه شما نمیخواید تصویرتون باشه، اگه فکر میکنید که راحت نیستید جلوی دوربین، نمیتونید این بیزینس رو انجام بدید. اصلا این بیزینس در ارتباط با این مسائل نیست. این شما هستید که بیزینس خودتون رو چطوری اداره میکنید. این بستگی به شما داره که چطوری این کار رو انجام میدید و ما هستیم همیشه در کنارتون که راههای مختلف براتون بهتون یاد بدیم و چطوری میتونید از این راهها اون بیزینستون رو ارائه کنید. بنابراین تصویر داشتن یا نداشتن اصلا الزامی نیست، ولی همه ماها میدونیم که این بیزینس تحولات زیادی رو بدون اینکه حتی فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم نمیشناسیم. توی سال بعد خیلی موجودات متفاوتی خواهیم شد و راحت تریم. تو خیلی مسائل برامون راحت تر میشه. من اصلا فکرشو نمیکنم که اینقدر راحت بیام اینجا بشینم الان تصویرمو بذارم که همه همکارام ببینم، ولی اصلا برام مهم نیست. اتفاقا برام جالبه که همشون میان الان بر من. میتونم اگر که کمکی به یکی دیگه هم بکنم بهش افتخار میکنم و خوشحالم هستم که این اطلاعات در ارتباط همه بذارم. بازم در نهایت همینو میخواستم اضافه بکنم که وقتی من این بیزنس رو شروع کردم، اولین چیزی که از دهن همه تقریبا میشنیدم اینه که وقتی شما شروع میکنین تو این بیزنس نه تنها درآمد بالا کسب میکنین، بلکه رو زندگی خصوصیتون و تو شخصیت شما هم تاثیر زیادی میذاره. و اینو دقیقا مصداق همین جریانه که شما دارین میگین دیگه. درسته. بعد از یه مدتی اصلا اعتماد به نفس اینقدر میره بالا که شما دلتونم نخواد اصلا بعد از یه مدتی میبینین که نه اصلا میخواین دیگه خودتون میخواین که وارد این عرصه بشین و کاری بکنین. ولی منظورم اینه که اون فکری که هر کسی که داره نگاه میکنه و تصویرش راحت نیست درسته. همه ما اینو گذروندیم و این رو خودتون یواش یواش با اسکیلایی که اینجا پیدا میکنید و اصلا تواناییایی که پیدا میکنید بهش دسترسی پیدا میکنید. ولی اگر باز هم دوست نداشتید و 1001 عوامل دیگه، همسرتون دوست ندارین که همکاراتون بدونن، دوست ندارید که مادر شوهرتون بدونه، امکانش هست. اگر دوست داشتید اطلاعات بیشتر بگیرید، در نهایت بهتون میگم که اسم ایمیلتون رو برامون بذارید و ما پاسخگوی بیشتر سوالاتتون هستیم. و اگه سوال دیگه هم که دارید و میخواید ما در موردش تو هفته‌های دیگه صحبت کنیم، لطفاً برامون پیغام بذارید. امیدوارم که به همتون روزگار خوش باشه و بهتون خوش بگذره. ممنون و خدا نگهدار.